بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين. أما بعد، شرح شروط الصلاة وأركانها وواجباتها لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب بن سليمان بن علي رحمه الله تعالى، والشرح لفضيلة الشيخ العلامة عبد المحسن بن حمد العباد البدر حفظه الله تعالى. اینک بعون الله تعالی ما درس خود را دوام میدهیم از شرح شرطهای نماز و ارکان و واجبات آن از آن شیخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب بن سليمان بن علي رحمه الله تعالى شرح باشد از آن شیخ علامه عبد المحسن بن حمد عباد بدر. الله سبحانه و تعالی این کس را که محافظت کند. درس امروزی ما آغاز می‌یابد آنجا که شیخ الاسلام فرموده است تحت موضوع شروط الوضوء، موضوع یعنی که درباره شرط‌های وضوء است. وشروطه 10: الإسلام والعقل والتمييز والنية واستصحاب حكمها بأن لا ينوي قطعها حتى تتم الطهارة، وانقطاع موجب، واستنجاء باستجمار قبله، وطهورية ماء وإباحته، وإزالة ما يمنع وصوله إلى البشرة، ودخول وقت على من حدثه دائم لفرضه. شرطهای وضوء 10 تاست: اسلام، عقل، سن سال فرق کننده، نیت، حکم نیت را با خود داشتن، یعنی تا طهارت تمام نشود نیت را قطع نکند. 6: از آنچه که موجب و سبب وضوء است قطع شدن. قبل از آن یعنی قبل از آن استنجا یا که استجمار کردن، پاک و مباح بودن آب، برطرف کردن آنچه که مانع رسیدن آب به بدن می شود. 10: در آمدن وقت برای کسی که حدث آن دائم است برای انجام دادن نماز فرضش. الشیخ الشارح می فرماید: تقدم الكلام على شروط الإسلام والعقل والتمييز. صحبت درباره شرطهای اسلام و عقل و تمیز گفته گذشته شد. فهمیدید؟ و اما شرط النیة فإنه عند وضوئه ينوي بقلبه رفع الحدث ولا يتلفظ بلسانه. اما شرط بودن نیت آن است که در وقت طهارت کردنش باید که به قلبش نیت کند. چرا؟ رفع الحدث، یعنی برطرف کردن حدث را. حدث گفتیم گذشتیم در درس گذشته. و به زبانش نیت را تلفظ نمی کند. وكذا في جميع العبادات ينوي بقلبه ولا يتلفظ بلسانه. همچنین در جمیع عبادت ها به قلبش نیت میکند و به زبانش تلفظ نمیکند. نیت کردم بگذارم 4 رکعت فرض نماز پیشین وقتی بر نظر آورم به قبله همینو بدد. الا فی الحج والعمره، بجز در حج و در عمره. فله یعنی میتواند میشد ان یتلفظ بما نواه، تلفظ کند نیت را، نه همان را که نیت کرده می شود، یعنی همان را که به قلبش نیت کردگی است که همان نیت کرده شده را ورد زبان می کند. این فرق کلام داره. بارک الله فیکم. من نیت می کنم نمی گوید، یعنی همون نیتش را ورد زبان می کند. درباره چی نیت کرده است؟ مثلا می گوید که لبیک عمره، من به حضور تو عمره کنی آمدم. او لبیک حجا، یا میگوید که من به حضور تو
یا که تو را اطاعت کرده به حج آمدم، او لبیک حجا و عمره، یا که حج و عمره کردن برای همین آمدم. ولو غسل وجهه عند قيامه من النوم لا يريد الوضوء ثم بدا له أن يتوضأ فإنه يلزمه أن يغسل وجهه للوضوء ولا يكتفي بغسله السابق. خب اگر از خوابش برخیزد یک کس بعد روش شوید، طهارت نمیخواست، هم تا از خواب خسته رویش میشوید، ثم بدا له یکی در سرش زد که بدا له یکی چی به یک خلاصه آمد که بیا هم طهارتم کنم، گفت البته برای او لازم است که چیکار کنه؟ رویش را بشوید. النو برای وضو ساختن کفایت نمی کنند اون شسته های گذشتهش، یعنی پیش نیت ایکو شسته بود کن. برای چی باید کفایت نمی کنند؟ لعدم وجود نیت الوضوء، چون که اون وقتی که از خواب خیستن زمانا روش شست کو و نیتی وضو نداشته بود. عند ذلك الغسل، در وقتی همون شستن. ولو اغتسل من عليه جنابة للتبرد ناسيا الجنابة فإنه لا يجزئه عن غسل الجنابة. نگاه کنید، اگر یک کس آبازی کرد، غسل کرد، این کسی بود که به او جنابت رسیدگی بود، این آبازی کرده استاده است برای سلقین شدن، فراموش کرده است که جنوب است. فهمیدید؟ فإنه لا يجزئه، البته این غسلش غسل جنابت رو عوض نمی کند. فهمیدید؟ یک از جنوب بود، ایادش برام از جنوب بودن، هوا گرم گفته رفت آبازی کرد، بعدی آبازی کرد برامدنش، فهمیدید؟ یادش بزد که جنوب بود. فهمیدید؟ بارک الله فیکم. یادش بزد که و جنوب بود، انمون آبازی کردگیش برای سلقین شدن، سر شدن، جنابتش دور نمی کنند. برای چی؟ لعدم وجود نیه، برای خاطری نیت نبودن. و مع نیت الطهارتی، خب یستصحب حکمها حتی تتم الطهاره، با نیت طهارت حکمش را همراه خود برده می شود تا طهارت تمام شدن. یعنی وقتی که طهارت کرده که از همون زمان تا تمام شدن باید که نیت نگردی. فلو نوقت عن نیتی فی اثناء الوضوء ثم اراد اکمال الوضوء فلیس له ذلك بل يتعين عليه البدء بالوضوء من اوله. یعنی اگر کسی نیت کند چی قطع نیت را در اثنای طهارت کردن، در وقتی طهارت کردن، طهارت کرده سال بود، دهن و بینش آب گرفت و روش شست، یکی گفت که من شده که طهارت من اول وقت نماز چی دور و دراز است. فهمیده؟ ثم اراد اکمال الوضوء، گفت که خیز گم نمیکنم. فهمیدی سدید؟ قطع کرد اول نیتش برامد و او که خیلی گم نگه طهارت من اطهاره ضرر است. گفت کامل کردن طهارت را اراده، فلیس له ذلک، نمیتواند این کار را کردن، بل یتعین علیه، بلکه واجب است به او چکار کردن؟ از نو طهارت را سر کردن من اولی اثرش. ولا یکمل ما بقی علیه، اون باقی ماندش به اکمال نمیتونه رسوندن، لانه قد الغا ما حصل منه، چون که لغو کرد، بیکار کرد اون چرا که از وی صادر شد، یعنی اون وضوعی کرد. فهمیده؟ و هذا هو الشرط الخامس، شرط پنجم همین است. و الشرط السادس انقطاع موجب. چی بود است؟
ای انقطاع موجب الوضوء، باید که همان چیزی که سبب طهارت کردن می شود، باعث طهارت کردن می شود، از وی کلان قطع گردد و هو الحدث. یعنی از حدث باید که اما حدث هو موجب الوضوء. وذلك بأن ينتظر عند قضاء حاجته حتى انقطاع ما يخرج من السبيلين، یعنی در وقت قضای حاجتش باید منتظر شود تا قطع شدن آن چیزی که از پیش و از پسش برآمده است. فلا يشرع في الوضوء قبل الانقطاع، تا از همین خاطر جمع نشود در طهارت شروع نمی کند. خلاصه به دیگه تعبیر بیم نیمکاره نمیماند، کار تا آخر میرسه. و شرط السابع، شرط هفتم، الاستنجاء باستجمار قبل الوضوء، پیش از طهارت کردن باید که چیکار کند؟ استنجا کند، یعنی که شستشو کند یا که استجمار یا که پاک کند خودشه. و هذا اذا كان الخارج من السبيلين بولا او غائطا، این به شرطی که اگر همون چیزی که پیش و پسش برآمده یا شاشه باشد یا که چه نجاستی کلام باشد عاقبت. اما خروج الريح فانه لا استنجاء ولا استجمار فيه، اما تنها با برآمدن باد اگر باد شکستگی باشد در این نه استنجا است و نه استجمار. فهمیده؟ والاستجمار يغني عن الاستنجاء اذا لم يتجاوز الخارج موضع العاده. نگاه کنید، همین استجمار پی استنجا را میگیرد، یعنی پاک کردن پی شستن میگیرد، به شرطی که همون چیزی برآمده است که از جای عادتی زیاد بیره شدگی نباشد، تجاوز کردگی نباشد. یعنی از ما حلقه دوبرش گویم عقیبش بیره، اگر از ما حد و حدود از سر حد گذشت اون وقت چی میشد؟ فإن تجاوزه احتیج مع ذلك للاستنجاء. فهمیدید؟ بعد در برابر این محتاج میشود به چیکار کردن؟ به شستشوی هم. برای چی؟ لإزالة النجاسه، برای خاطری دورگرداندن نجاست. آمین. و الشرط الثامن طهوریت ماء و اباحته و هما شیئان. شرط هشتم چی بود است؟ پاک بودنی آب و مباح بودنی آب. این هر دو چیز هستند. و شیخ رحمه الله جعل شروط 10 و ذکر بعد هذا شرطین. فهمیده؟ و شیخ رحمه الله چیکار کرده است؟ شرط ها را 10 تا قرار داده است و بعد از این 2 شرط چی ذکر میکنه. و علی هذا یکون اعتبر الطهوریت و الاباحه شرطا واحدا. برای این چیکار کرده است؟ یعنی طهوریت را و اباح را، یعنی که پاک بودنی آب را و مباح بودنی آب را هر دوش یک شرط قرار میدهد. و یشترط فی ماء الوضوء ان یکون طهورا، یعنی در آب طهارت میکردگی شرط آن است که باید همون آب تازه باشد، پاک باشد. فلا یتطهر بماء متنجس، با آب نجاست آلود طهارت ساختن نمی شود. و ان یکون الماء مباحا لیس مغصوبا، آب باید مباح باشد، یعنی غارت کردگی دزدی نباشد. و هذا الاخیر محل خلاف، همین اخیروننگش محل خلاف است، بین علما خلاف است و فی اشتراطه نظر. این را همچون برای وضوء ساختن شرط قرار دادن در این نظر است. والاظهر ان، یعنی که خلاف است گفتم میشه. والاظهر ان من توضأ بماء مغصوب فالوضوء صحیح. از همه یعنی که ظاهرتر، یعنی به حق نزدیکترش آن است کسی با آبی غارت کرده شده وضو سازد، وضوش درسته و هو آثم علی الغصب، و خودش گناهکار میشه بنا بر چیکار کردن؟ غارت کردن. غارت یعنی دست یک کس کشیده گرفتن.
و مثل من صلى فی ارض مغصوبه، مانند این کسی که نماز خواند در یک زمین مغصوبه، یک زمین از دست یک کس بزوری گرفته بولش هم نماز میخواند، نمازش درسته. او صلى فی ثوب حریر، یا که در یک لباسی ابریشم نماز میخواند، فإن صلاته صحیح، نمازش درست است. و هو آثم فی الغصب و فی لبس الحریر، خودش گناهکار است در باره به خاطر ستانیده گرفتنش، یا که در باره به خاطر پوشیدن لباسی چه حریر ابریشم. و شرط التاسع، شرط نهم، ازالة ما يمنع وصوله الى البشرة فلا بد في الوضوء من وصول الماء الى اعضاء الوضوء. شرط نهم برطرف کردن آن چیز هست که نمیماند آب را به بدن رسد یا که به پوست رسد. باید در وضوء حتمی است که آب به عضوهای طهارت میکردگی رسد. و یجب ازالة ما یمنع وصوله الیها، واجب است دور کردن چیزی را که مانع رسیدن آب به بدن می باشد، کالطین مانند لای گیل، و العجین خمیر، و الطلاء و کرسکه و رنگ یعنی، و نحو ذلك مما یغطی البشره، و مانند اینها از چیزهایی که خلاصه چیکار می‌کند؟ پوست بدن را پرده پوش میکند. فهمیدید؟ رنگ میدهد نه، پرده پوش میکند. اما ما یغیر اللون ولا یغطی البشره كالحناء فإن ذلك لا يؤثر، اما اون چیزی که فقط رنگ پوست را دیگر میکند و لیکن پوست را پرده پوش نمیکند، مانند حنه و دیگر رنگ ها، این یگون تاثیر نمیبخشد، تاثیر منفی ندارد. فهمیده نه؟ در ناخنهاشون لک میمونن زنک ها، ممکن نیست، چون که وقتی چیکار میکنن؟ پرده پوش میکنن. خب و شرط العاشر، شرط دهم، دخول وقت على من حدثه دائم لفرضه، در آمدن وقت به کسی که حدثش دائمی باشد برای فرضش، یعنی هر یک وقتی فرزنده یک طهارتی نو کردن شرط برای با طهارتی پیشینش نماز خواندن میده. و المعنى ان من كان به سلس بول او تخرج منه الريح باستمرار وكذا المرأة المستحاضة، معنی آن است که کسی که در او سلس البول یعنی که شوشش داشت نمیدادنی باشد، شوشش نمیستد، ریخته میستد، یا که از وی باد برآمده میستد باستمرار، بر دوام نمیتونه درک نماز خوندن، باد برآمده میستد. و همچنین زنی که مستحاضه است یعنی که حیضش تمام شده است و خونش بس نکرده شده است. فإن هؤلاء يتوضؤون عند دخول الوقت لكل صلاة مفروضة. انا این اشخاصی در بالا ذکر شده در وقتی در آمدن هر یک وقتی نماز برای هر یک نماز فرض وضو می سازند. فلو توضأ احدهم لصلاة الظهر بعد دخول وقتها وصلاها ثم دخل عليه وقت العصر فلا يصلي العصر بوضوء الظهر. مثلا کسی از اشخاصی در بالا ذکر شده برای نمازی پیشین بعدی در آمدن وقتی پیشین وضو ساخته باشد، نمازی پیشین میخواند، بعد از آن به اون وقتی نماز عصر داخل شود، نماز عصر به وضوی نماز پیشین نمیخواند، بل علیه ان یتوضأ بعد دخول العصر لصلاة العصر، بلکه به او واجب و لازم است که بعد از در آمدن وقت نماز عصر برای گزاریدن نماز عصر طهارت نو سازد.
ويدل لذلك أمره صلى الله عليه وعلى آله وسلم لفاطمة بنت أبي حبيش وكانت مستحاضة أن تتوضأ لكل صلاة. وبين دليل أمر پیغمبر صلى الله عليه وعلى آله وسلم بفاطمة دختر أبي حبيش که این مستحاضه بود، یعنی خونش بعد از حیض دیگر دوش نمیداد، گفتش که باید که طهارت کند برای هر یک نماز. اخرجه البخاری من حديث عائشة رضي الله عنها. این حدیث را بخاری از حدیث عائشة رضي الله عنها روایت میکند. نكتفي وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا والحمد لله رب العالمين.